سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید در هر کجایی که هستیم. فراز انرژی باشین دوستان عزیز. خوش آمدید به یک ویدیوهای ما. خب دوستان عزیز، قبل شروع ویدیو لایک را فراموش نکنین هرگز تا ویدیوهای جدید من آگاه شوید دوستان عزیز. خب این ویدیو را با دوستهایتان هم اشتراک بگذارین تا اونها هم در این ویدیوهای زیبای ما آگاه شوند و انگلیسی را یاد بگیرن. خب دوستان عزیز، درس ما و شما امروز لغت است. بهترین لغت ها امروز درس ما شما لغت است. پس بیاین ویدیو را با هم دیگر تماشا کنین دوستان عزیز. over بالا یا روی. over I will told you over and over again not to do that. بارها و بارها برایت گفتم که این کار را نکن. نیو یعنی جدید. جدید نیو. I bought a new car. من موتور جدید خریدم. من موتور جدید خریدم. sound صدا. صدا sound. This machine has a scary sound. این ماشین صدای خطرناک دارد. talk یعنی صحبت کردن. don't talk to me. با من حرف نزن. یعنی با همراه من حرف نزن. only یعنی تنها. تنها با معنی only. he is my only friend. او یگانه دوست من است. او یگانه دوست من است. little یعنی کوچک. little با معنی کوچک. be kind to little animal. be kind to little animals. work با معنی شغل. شغل با معنی work. I work even on Sunday. من حتی روزهای یکشنبه هم کار میکنم. know یعنی دانستن. با معنی دانستن یعنی know. Do you know him? آیا او مرد را میشناسی؟ آیا او مرد را میشناسی؟ Do you know him? Please. جای یا مکان. Please جای یا مکان. He took the prize in the race. او مرد در مسابقه به جایگاه نخست رسید. year با معنی سال. year با معنی سال. We are in what year. ما در کدام سال قرار داریم. live یعنی زنده. با معنی زنده. live. It is a live TV show. این یک برنامه زنده یا تلویزیونی است. این یک برنامه زنده و تلویزیون است. me من. me با معنی من. me mother will cook me a delicious meal. مادرم برایم غذای خوشمزه خواهد پخت. خب دوستان عزیز، درس ما شما تمام شد.